سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت 4 از سری سوروایول ماینکرافت. خب همونطوری که میدید من این ویلیجر رو زیادشون کردم. البته 3 تاشون هنوز بچه‌ن، اما یه دونه هم اینجا بود، این بچه بود داشت فرار میکرد. من از همون بچگیش نشوندمش تو قایق. یه اسبم پیدا کردم، وای افتادم تو اینجا. نه نیفتادم. یه اسبم پیدا کردم ولی چون که داشتم اشتباهی افتادم باش تو اینجا، دیگه نتونستم درش بیارم. فکر کنم همینجا باید بمیره. این بود جواب محبتام. حالا خب این قسمت همونطوری که قول داده بودم قراره بریم سراغ ساخت آیرون فارم که از این اوی اوی ای که قراره از این آیرون گلم استفاده کنیم، آیرون به دست بیاریم. عجب بیشرفی و زد ما رو کش. چجوری 3 تا باید بریم بالا؟ من فکر کردم این 3 تا بود. ای بابا. خب 1 2 3 بیلم گم شد. تبریک میگم، نصف وسایلمون گم شد. تخممون وسایلم اینجاست. سطل آبم باشه حله. بیلم فکر کنم شکست. خب حله. بیا اینجا تو ببینم. دوباره مردم بابا. خب اینجا ببینیم. حواس ندارم میدونی. آی سلام، میام دهن تو سرویس میکنم. یه لحظه وایسا. حالا بیا ها. چرا با خون میزنم؟ نمیر. برای اینکه این ویلیجرها رو جابجا کنیم نیاز به آهن داریم، چون نیاز به ریل داریم. به همین دلیل من مجبورم که همین ذره شبا دیرتر بخوابم که آیرون گولم اسپانش من بکشم. همینم که نیاز به آیرون زیاد داریم. برای آیرون فارم نیاز به آیرون داریم. سبحان الله. خب اینا رو من جمع کنم. آیرون گولم اسپان شد دیگه. یه بارم که ما بخوایم چیز کنیم نه. اوی دهنت سرویس. ریدم تو خودم. ریدم تو خودم. ریدم تو خودم. دیوز. وای هیچی نمیبینم این آدم. کریپره چقدر بد اومد. آره بیشرف میذارم. بالاخره آیرون گولم هم اسپان شدش. یه دونه همش آخه. ای بابا. خب وسایلمون رو بسازیم. یه چند تا چیزم بسازیم. یه چند تا ریلم بسازیم که بریم واسه ساخت. اینجوری نبود که بریم واسه ساخت آیرون فارم. فقط مشکل اینجاست که به آیرون خیلی بیشتری احتیاج داریم. بابا باریکلا. خب بیا اینجا بینم. سبحان الله. جلو چشم اسپان شد. بیا. میدونم از ویلیجرام دیشب محافظت کردی، ولی خب بابت محافظت باید بگم دمت گرم. این بود
جواب محبتام. خب بیلم نداریم. یا اینجا بینم. بودو بابا. خیلی خوب. 8 دیگه داد. یه دونه دیگه درست کنیم. خب به ماینکارت هم احتیاج داریم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. نه 7 تا. ببینم 3 تا 2 تا. نه 8 تا. آره 8 تا. بیا اینجا ببینم. 8 تا با یکی هم بیرون 9 تا. خیلی خوبه. ما 5 تا ما به 5 تا ویلیجر و چیزهای دیگه نیاز داریم واسه آیرون فارممون، که البته چیزهای دیگه هم خیلی آیرون میخواد. مثلا یک عدد ماینکارت میخواد، هاپر میخواد که باید بریم به خاطرش آیرون بیاریم. من ویدیو رو قطع میکنم تا وقتی که یه ذره اینجا آیرون گولم اسپام بشه بتونم بزنمشون. من رفتم تو خونه، بعد یهو چست رو باز کردم دیدم ما یه 10 تا آیرون چیز داریم، از اینایی که از تو قار کندیم 10 تا آیرون داشتیم. اون 10 تا رو برداشتم، یه 4 تا هم الان این آیرون گلمه رو زدم. بعد الان اینا آره 5 تاش هم اینجاست، بقیه‌اش هم اینجا. خب خواستم وسایلش رو بهتون بگم. البته اینا رو الان درست نیست، باید 3 تا هاپر نیاز داریم. زیاد شد. خب 3 تا هاپر نیاز داریم با 2 تا چست و یه سطل لاوا که من نمیدونم لاوا رو الان چجوری پیدا کنم. اینم بذارم. خب به کابلستون والم یا کلا به وال نیاز داریم. حالا وال از هر چی که درست باشه که معمولا باید کابلستون درستش کنیم، که الان من برم اونا رو بزنم بیام. الان بریم که چیز کنیم، اینا رو تبدیل به وال کنیم، یعنی همون دیوار، که البته دیوار هیچکی برای دیوار از اونها استفاده نمیکنه، بیشتر همه به عنوان فنس ازش استفاده میکنن. تو چقدر نمکی کونی. خب بریم دیگه. چی میخواست؟ تخت میخواد 5 تا که دارم چیزاشو. 2 تا اینجاست، بقیه‌ش هم میسازم. خب 5 تا تختش اول بسازیم. این یک حتی اول سفید هست نامفهوم. خب این از تختا. هاپرات ساخته شد، تختا ساخته شد، وال نساختیم. بذار این 6 تا آیرون دیگه اونم تبدیل به چیز کنیم، تبدیل به ریل کنیم که بتونیم ازش برای جابجا کردن راحت تر ویلیجر استفاده کنیم. خب حالا اینا رو اینجوری 6 تایی میشینیم، میشه 60 تا وال. فکر کنم بیشتر نیازمون باشه. حالا اگه بیشتر نیازمون شد خودم میرم دوباره کابلستون میزنم. الان بریم که ببینیم آیا میتوانیم بسازیم. بابا باریکلا. خب کجا؟
نباید نزدیک ویلیجر بریدر باشه و تقریبا هم اگه یه جای صاف باشه خیلی خوب میشه که نظر من این وره این ور یعنی حتی یه جایی هم باشه که زیرش خالی باشه، یعنی زیرش قار اینا نباشه. آره همینجا بهترین جاه. خب خب حالا باید یه محوطه 5x3 بکنیم که از این بالا بکنیم. آره خب آره بزنیم. خب 1 2 3 4 5 2 3 این محوطه رو ما 4 بلاک میریم پایین، یعنی الان 3 تا، یه دونه دیگه هم باید بریم پایین. یه دونه دیگه هم میریم پایین. خب من وسایل رو یادم رفت برم بیارم الان خب حالا میایم این 5 تا بدی که آوردیم و خیلی زیبا اینجوری میشینیم. حالا اسلبا رو اینطوری میشینیم. تورچ میخواستیم یادم. حالا باید بریم ویلیجرها رو بیاریم. میرسیم به بخش سخت کار، بسیار سخت، که من این ویلیجرها رو میبرم و واسه شما میذارم ویدیوشو. این اسبه رو من بکشم. بیمیر. هی آیرن گلم برای خودت. نمیخوای؟ بگیر بابا به درد. خب حالا ریل رو میاریم اینجا، کل اینجا رو میکشیم تا اینجا رو حداقل میکشیم. وای اینا بچه دارن نمیشه که. خب من این که بچه‌شون رو ببریم. ها من ظالمم. بیا برو بچه، بیا برو بچه. آها بچه که رفت. ما اینو بدین گونه میذاریم اینجا، بعد خودمون میریم بالا. حالا از این بلاکی که گذاشتیم باید راهو بکشیم واسه این نینی. خب الان من بتونم زیر اون، آها زیرش رفت. خب برم از اونجا یا از همینجا؟ از همینجا بکشیم. من اینم در تمومه، برو خونتون. خب میرسیم به مرحله بعدی که دیگه به ریل هیچ نیازی نداریم. باید یه تیکه رو که حالا من چون این طرف سمت خونم، البته این طرف آفرین که مردی، این طرف چون بیشتر به سمت بیسمه رو من در نظر میگیرم واسه حالا من میام این 3 تا بلاک رو میکنم به علاوه این 2 تا چست میخوایم که البته من الان ندارم. خب 2 تا چست رو میایم اینجا میذاریم و 3 تا هاپر رو شیفت رو میگیریم، اینو اولین هاپر رو وصل کنیم به این و این 2 تای دیگر هم وصل میکنیم به این یکی. حالا باید اسلپ نیاز داریم. چقدر کم من اسلپ کم میاد به نظرم. خب اسلبا رو میذاریم این بالا. البته قبلش حتما مطمئن شید که اینا رو تختشون میخوابن. خب حالا نوبت اینه که این بالا رو با وال، اینجا رو با وال بپیچون که میتونید با استفاده از یه بلاک برید روش و خیلی ساده این کار رو انجام بدید.
بعد اینکه 3 بلاک دیوار رو رفتیم بالا، نیاز به یک سطل لاوا و یک سطل آب دارید که من سطل آب رو الان ندارم ولی لاوا رو دارم. خب 3 تا ساین رو میایم به این شکل، نه اشتباه گذاشتم، البته نه درست، به این شکل میذاریم، یکی اینجا یکی اینجا، یه دونه بلاک باید بین اینا فاصله باشه. چرا؟ که ما این لاوا رو بذاریم اینجا، که چون آیرون گولما قدشون 3 بلاک وقتی میان اینجا آتیش بگیرن. حالا چجوری بیان اگه اینجا اسپان شدن؟ اینجا رو باید یه بلاک آب بذاریم که من الان میارمش. خب وقتی یه باکت آبتون آوردید میذاریم اینجا. اینا چون اسلبه حواستون باشه که آب پایین نره، یعنی شما هر جوری بذارید آب پایین میره. خب چون اسلبه میتونیم اینو بلاکش کنیم. آبو میذاری اینجا، آب میاد تا اونجا. با بیل چیز کنید، جاده درست کنید، یا از هر طرف 7 بلاکش رو، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 بلاک از هر طرف بشمرید و مثل فارم که درست میکنیم یا اینجوری با بیل بزنید یا بلاک گرس بذارید، برگ درخت 2 4 5 6 7 و حالا اینا رو به هم وصل میکنیم. فرقی هم نداره که چیز باشه، فرقی هم نداره که مثلا بالا باشه پایین باشه. مثلا میبینید واسه من الان این بلاک بالاتره، هیچ مهم نیست. مهم اینه که فقط شما اینا چیز کنید که آیرن گولما نتونن اینجا اسپان شن و مجبور بشن داخل اون محوطه‌ای که ما ساختیم براشون اسپان شن. و آره دیگه، اینم میشه فارم آیرونمون. و رو چست هم نگران نباشید اسپان نمیشن. خب هر 4 طرف همین کار رو انجام میدیم. خب بعد اینکه همه این کارهایی که گفتم رو انجام بدید دیگه فارم آیرونمون آماده است. و حالا چون این ویدیو دیگه زیاد وقت نداره، من نمیتونم واسهتون تستش کنم، ولی حتما نتیجهشو بهتون ویدیوی بعدی میگم. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. حتما اگه انتقاد یا نظری دارید تو کامنت ها حتما بهم بگید. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.